الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم با برنامه دیگری از برنامه دفاع از سنت و موضوع برنامه امروز سنت بیانگر قرآن. میخوایم امروز در مورد این قضیه صحبت بکنیم که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چگونه قرآن رو بیان میکنه، چگونه این نقش بیانگری رو ایفا میکنه. آیا اشکال و راه‌های گوناگونی هست یا چگونه هست؟ میخوایم در این مورد صحبت کنیم. در قسمت اول برنامه ما در مورد این صحبت کردیم که الله متعال در قرآن به سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره نموده، اصلا به صورت واضح اون رو بیان نموده که ما سنت رو هم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل کردیم که این سنت رو برای این نازل کردیم که قرآن رو بیان بکنیم. امروز میخوایم در مورد بیانگری قرآن صحبت کنیم. الله تعالی میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا. الله کسی است که در میان امت بی سواد امیها پیامبری رو فرستاد. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، که بر اونها کتاب الله متعال رو میخونه، آیات الله متعال رو میخونه و اونها رو تزکیه و پاک میکنه، اونها رو از پلیدی ها دور میکنه و اونها رو به سمت فضائل راهنمود میکنه و به اونها کتاب و حکمت میآموزه. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، در حالی که اینها در قبل از اومدن اسلام در یک گمراهی آشکار بودند. حالا این حکمت ما در قسمت قبلی صحبت کردیم و جناب دکتر در این مورد صحبت کردم که حکمت از اقوال علمای گذشته و از قرآن کریم اینگونه روشن میشه و اینگونه واضح میشه که منظور همون سنت هست. و امروز میخوام ببینیم چگونه این قرآن و این حکمت ارتباط با هم دارن، چگونه این حکمت میاد این قرآن رو، این کتاب رو تبیین میکنه، ارتباط اونها با هم دیگر چی هست. به همین خاطر ما در خدمت جناب دکتر عبدالحمید عالی هستیم. به جناب دکتر هم خوش آمد میگیم و عرض سلام و ادب داریم خدمت شما جناب دکتر و در خدمت شما هستیم با برنامه امروز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم خدمت شما و تمام بینندگان و عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. حقیقتا همچنان که بیان شد این برنامه به اسم دفاع از سنت و در دفاع از سنت ما در بخش گذشته اینو به آیاتی اشاره نمودیم که سنت هم از جانب پروردگار بودن، قرآن و سنت، و ما موظف هستیم و مکلف هستیم که پیروی از رسول الله هم بکنیم، همچنان که مکلف هستیم پیروی از پروردگار کنیم. این مطلب رو بیان کردیم. حالا میخواهیم به این نکته هم اشاره کنیم و این قضیه را روشن کنیم که پروردگار در آیات متعددی این مطلب را برای ما تبیین نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکلف هست که قرآن را برای ما تبیین کنه. به عنوان مثال پروردگار در سوره نحل آیه 44 می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني ما به شما نازل نمودیم ذکر همون قرآن است. در اینجا مراد ذکر در اینجا قرآن است. البته این نکته حکمت هم که شما فرمودی و ما قبلا بیان کردیم، حکمت در این آیات، یعنی گفتیم 4 آیه در قرآن وجود دارد که کتاب و حکمت را با هم آورده. در این 4 آیه مراد از حکمت سنت است و حکمت معانی دیگری دارد در جاهای دیگر، گاهی به معنی قرآن است، گاهی به معنی سنت است، گاهی به معنی هر دو تاست، گاهی به معنی
وحی دیگر انبیاست یا فهمی است که از جانب خدا به یکی از بندگان خود داده می شود که همش برمیگرده به همین. مثلا ولقد آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. یعنی چی؟ یعنی فهم درست و صحیح به او بخشیدیم و این یک دلیل قوی است بر اینکه لقمان هم یکی از انبیاست که من و بسیاری از اهل علم بر این هستند که لقمان نبی از انبیا، چون وحی به او شده و حکمت به او داده شده. حالا در اینجا هم که می‌فرماید ما ذکر را برای تو نازل کردیم، ما بر تو ذکر نازل نمودیم. در اینجا ذکر منظور قرآن است. یا اونجا که می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اونجا هم ذکر منظور قرآن است. و همین خاطر ذکر در هر جای مثلا معنی دیگری داره، ولی ذکر هم قرآن است و گاهی ذکر هم کتاب‌های دیگر آسمانی می شود و گاهی ذکر معنی یاد خداست. فذکرونی اذکرکم. در نتیجه در اینجا می فرماید ما کتاب را، ما قرآن را بر تو نازل نمودیم تا تبیین کنی برای مردم. چه چیزی را تبیین کنی؟ ما نزل الیهم. پس وظیفه رسول الله این است اون کتابی که نازل شده برای مردم تبیین کنند. درسته؟ چرا؟ ولعلهم یتفکرون، و شاید آنان بیندیشند و فکر کنند و به آن عمل کنند. در نتیجه در این آیت خدا واضح و روشن بیان فرموده که وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم در عین اینکه تبلیغ قرآن را باید تبلیغ کند و برساند، باید آن را تبیین کند که مراد از این آیه، از این حکم چیست. یا در سوره نحل، همون سوره نحل باز هم در آیه 64 به گونه دیگری بیان می‌کند. می‌فرماید و ما انزلنا علیک الکتاب، اینجا دیگه صریح گفت کتاب، ما کتاب را بر تو نازل نکرده ایم الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم یؤمنون. پس می‌فرماید ما کتاب را، اینجا دیگه گفت کتاب، ما کتاب را بر تو نازل نکرده ایم مگر اینکه برای آنان روشن کنید اون چیزی که در موردش اختلاف دارند. وقتی که قرآن نازل می شود هر کسی به گونه ای از آن فهم می کند. برداشت او از کتاب به گونه مختلفی است، جدایی است. به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم می آید مشخص می کند که مراد از این چیست، تبیین می کند. مراد الله را تبیین می کند، مشخص و روشن می کند. و هدى و رحمت لقوم یؤمنون، و هدایت است و رحمت است برای قومی که اهل ایمان باشند. این آیه، اینم سوره نحل آیه 64. و در آیه دیگری باز در سوره نساء آیه 105 مطلب باز می‌فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ما قرآن را بر تو نازل کردیم به حق و راستی، قرآن را بر تو نازل نمودیم تا در میان مردم داوری کنید، حکم کنید در میان مردم بما اراک الله، بر اساس آن چیزی که خدا به تو یاد داده. یعنی بر اساس علم و دانشی از جانب خدا شما در میان مردم حکم کنید. حالا این علم و دانش در اینجا میتواند هم خود قرآن و هم خود سنت است. و دو گونه پروردگار به او یعنی برای او روشن ساخته. امام شافعی میفرماید رضای خدا بر او باد، میفرماید کل ما حکم به رسول الله صلی الله علیه و سلم فهو مما فهمه من القرآن. تمام اون چیزی که رسول الله بر آن حکم میکند تمام اون چیزی است که از قرآن فهمیده. اون فهمی که خدا به او داده از قرآن، بالاخره او فهمیده، پروردگار فهمیده رسول الله داده از قرآن که ما اون فهمو نداریم. در نتیجه به همون فهمی که از قرآن داده هر چی فرموده رسول الله فهمی بوده از قرآن کرده و برداشت، یعنی فهم او از قرآن بر اساس علم و دانشی که خدا به او داده. اگر گاهی چیزی
نمیدونسته مشورت میکرده و اگر گاهی چیزی نمیدونسته مثلا حکمی نازل میشده مشخص میکرد که باید چگونه رفتار میکرد مثلا صبر میکرد تا حکم نازل بشه. بله اصلا گاهی اشتباه میکرد دیگه. مثلا عبس و تولی در مورد یک اشتباه رسول الله نازل شد. مثلا یک نابینا اومد از او سوال کرد علمنی مما علمك الله، به من یاد بده از اون چیزی که خدا به تو یاد داده، نمیگه چیزی دیگری، اون چیزی خدا بهت یاد داده. رسول الله صلی الله علیه و سلم چون داشت برای سران قریش صحبت میکرد، یعنی چهرهش را به هم زد و اینجوری کرد و دیگه چیزی بهش نگفت، فقط اینو کرد و کمی روگردان شد از او، یعنی توجه بهش نکرد. این نابینا اینو نمیدونست که رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا چهرهش را از او ترش کرده، ترش روی نشون داده، از او روگردان شده، اما الله متوجه شد، الله میداند. وقتی که پروردگار مشخص میکند که در اینجا اشتباه کردی، عبس و تولی ان جاءه الاعمى. پس در اینجا گاهی رسول الله صلی الله علیه و سلم اجتهاد میکرد خودش، در اجتهاد خودش هم به خطا میرفت و پروردگار اجتهادش را اصلاح میکرد. به همین خاطر حتی انبیا هم در اجتهاد خودشون نمیتونن 100% اجتهادشون صائب باشد، وحی آن را اصلاح میکنند. این یک مورد. در مورد منافقین هم یعنی الله متعال اجازه نمیده که اون نبی بر همون اشتباه ادامه نمیشه، چون اون دیگه تشریع است. اون هر چی میفرماید اون تشریع است. در نتیجه اگر اشتباهی در یک موردی تو اشتباه افتاد، الله اصلاحش میکنه، الله از آن ساکت نمیماند. پس این دلایلی از کتاب. و در یک حدیثی داریم که مقدام ابن معدی کلیبه کندی روایت میکنند. یک حدیث صحیح که رسول الله فرمود الا اینی اوتیت الکتاب و مثله معه. آگاه باشید، هوشیار باشید، غافل نشوید که به من کتاب داده شده و به من چیز دیگری مثل او داده شده. مثل کتاب به من داده شده. یعنی اگر ما بیاییم قرآن و سنت را همه با هم جمع کنیم، 2-3 برابر این میشه، 3-4 برابر این کتاب میشه، خیلی سنگین متحملش. ولی دیگه خدا قرآن را به صورت مجمل و مختصر مهمات را بیان فرموده، بقیهش را به رسول الله واگذار کرده. بقیهش را به رسول الله واگذار نموده که تو تبیین کن، تمام شرحش کن، این کتاب را برای مردم شرح کن با سنت خودش. انا اینی اوتیت القرآن و مثله معه. فرمود بله بیدار باشید. بار دیگر دوباره تکرار میکند من قرآن به من داده شده. اول گفت کتاب، اول قرآن به من داده شده و با قرآن چیز دیگری مثل او به من داده شده. با قرآن چیز دیگری مثل او به من داده شده. یعنی دوتایش از جانب الله هستند. یعنی این که میگه مثل قرآن به من داده شده منظورش یعنی حدیث مثل قرآنه؟ بله دیگه، یعنی مثل قرآن از جانب الله اومده. اما اینکه از نظر احتجاج بله مثل قرآن است، اما از نظر اهمیت و کلام خدا با کلام رسول الله تفاوت داره. کلام خدا معجزه است، اما کلام رسول الله معجزه نیست، مگر مسائل علمی که توش هست، وگرنه کلامش کلامه، یعنی مثل کلام انسان عادی اما بالاتر از همه انسان ها در سخن میگوید با فصاحت و بلاغت، با فصاحت کامل. بعدا میفرماید الا یوشک رجل ينثني شبعان على أريكته يقول عليكم بالقرآن. ممکن است یک روزی فرا رسد که یک شخصی شکم گنده نشسته روی مبل تکیه زده، اینجوری هیچ حوصله مطالعه و علم و دانشی ندارد، میگه آقا هر چی از قرآن کافی است، قرآن دارید و تمام دیگه، این سنت و حدیث و نبذارید کنار. دیگه ممکن است روزی کسی خودش را تکیه زده بر تختش، بر مبلش، بر روی صندلی نشسته و تکیه زده، سیر خورده، هیچ مشکلی ندارد، حالا فقط بگوید آقا دیگه کافی است، قرآن برای شما کافی است و بحث سنت نکنید. یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیه من حلال فاحلوه. هرچی دیدی از حلال در آن را حلال کنید، یعنی آن را قبول کنید. و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه. و هرچی از آن دیدی از حرام اون را تحریم کنید. بعدا فرمود الا لا يحل لكم
لحم الحمار الاهلی. بعدا رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث میگه اول من چند مورد ذکر میکنم که در قرآن وجود ندارد، من خودم این حکم نیست که من از جانب خدا دریافت کردم اما در قرآن نیست. پس یعنی الان امروز که ما داریم در مورد این که سنت قرآن را تبیین میکند، ما میاییم اشاره میکنیم به اون جهاتی که قرآن یعنی سنت میاد قرآن را تبیین میکند، یعنی از چه بعدی و از چه جهتی و چند راه وجود دارد برای تبیین سنت برای قرآن، راههای مختلف. مثلا الان مثلا نمونه هایی در این حدیث وجود دارد، میفرماید الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلی، میگه برای شما حلال نیست خوردن الاغ خانگی، ولی الاغ مثلا اگر یک گورخر مانعی ندارد، میشه گوشت گورخر را خورد چون اون اهلی نیست، وحشی است. پس اون میگه حیوان خانگی همون الاغ، یعنی در زبان عربی همین الاغی که ما میشناسیم بهش میگن حمار اهلی و گورخر رو که در فارسی بهش میگن گورخر بهش گفته میشه حمار وحشی. حمار وحشی، بله کاملا درست، حمار وحشی و حمار اهلی. میگه پس حمار خانگی برای شما حلال نیست بخوریدش، تمام، ولی این در قرآن وجود ندارد. در قرآن چنین چیزی وجود ندارد. حتی اصلا در قرآن امام در قرآن قل ما اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او ما اهل به لغير الله. 4 چیز در قرآن وجود دارد که حرام شده. بس یکی گوشت مردار که در اینجا باز در سنت تبیین کرده همه مردارها حرام نیستند. مردار بحری و دریایی حلال است، ماهی مردار میشه میخوریم. پس حتی در اینم دیگه باید مردار میشه تا بخوریم، ذبح ندارد. بله، پس اصلا اونجا فرموده، در اینجا در سنت تبیین شده. بعدا میفرماید خونم بر شما حرام است. بله، ملخ هم مردار میشه میخوریم. بله، مردار ملخ هم خورده میشه که ما نخوردیم و دوستان نداریم بخوریم ولی حلال است، مشکلی نیست. و یکی دیگر مثلا چی هست؟ مثلا دم مسفوح حرامه. بله، خدا فرموده دم مسفوحه، یعنی گوشت خونی که روان است و جاری است. و در حدیث بیان فرموده 2 تا خون برای شما حلال شده، الطحال و الکبد. طحال و کبد، جگر و طحال، این 2 تا خون هستند اما خون بسته، پس برای شما حلال شده. و بعدا در قرآن بیان شده که چی دیگه حرام است؟ لحم خنزیر، گوشت خوک حرام است. و بیان شده حیوانی که برای غیر خدا، تعظیم غیر خدا ذبح شود، یعنی حیوان را ذبح میکند به نام بتی، به نام غیر خدا ذبح میکند به قصد عبادت، اون حیوان حرام میشود. خدا اگر نه به قصد مهمان نوازی باشه اشکالی نداره. نه دیگه این کار خوبیه. آخه خیلی سوال میکنه، میگه خب با مهمانی برامون میاد میریم گوسفند ذبح میکنیم، آقا حرام میشه؟ حرام نمیشه. کار خیلی خوبیه. نیت عبادت است. نیت عبادت میکنن به خاطر خوشحالی و این مهمان که اومده برای یک گوسفند ذبح میکنن. میگه مولوی مهمان یک آقای بود، خیلی خسیس بود، مدت زیادی اونجا بود و چند روزی اون روز که میخواست بره گفت والله من تصمیم داشت امروز یک گوسفندی باید بکشم. گفت پس اگر اینجوریه زحمت مشکلی نیست، حالا شما قصد کردیم من میمونم، گوسفند رو ذبح کنم. مجبورش میکنم گوسفند رو برایش ذبح کنم. بله. در نتیجه در اینجا فرمود در قرآن 4 تا محرمات بیان شده. پیامبر صلی الله علیه و آله اونا رو هم در حالی که الان یکی حمار اهلیه، مثلا الاغ خانگی جزء اینا نبود، هیچ، یعنی حتی سگم جزء اونا نیست. در قرآن بیان نشده. این 4 چیز در قرآن حرام شده. حالا دیگه چیزای دیگری بیان شده که مثلا اگر آنان را به عصا بکشی و چی بکشی اون دیگه چیز دیگه، همون مردار، موقوذ و متردی و نطیحه و اینا همش مردار میشه. حکم مردار برای اونا یعنی اطلاق میشود و تمام. در نتیجه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثالهایی را ذکر می‌نماید که در اینجا چیزهای دیگری من حرام گردانیدم که در قرآن وجود ندارد. الا لا يحل لكم لحم حمار الاهلی ولا كل ذی ناب من السباع. هر دبنده ای که دارای
دندان نیش است و اون دندانهایش شکار میکند و بالاخره شکار خودش را پاره میکند، مانند مثلا گرگ که حتی ضعیف هم هست، گرگ، مثلا شیر، پلنگ، یوزپلنگ، ببر، اینا همه جزء درندگان هستن. مثلا درندگان حیوان، دندان نیش و درندگان پرنده هم در حدیث دیگری هست که درنده پرنده هم رسول الله از آن نهی فرموده و در قرآن وجود ندارد که اینا حرام هستند. درست. الا ولا لقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها. حتی اگر کسی با یک کافر معاهد، یعنی کافری با مسلمانان عهد و پیمان دارد، اون کافر معاهد چیزی ازش گم شده، شما آن را پیدا کرده، اینم برای شما حلال است. در قرآن که نیومده. این کافر هست، مال کافر برای ما حلال نیست مگر اینکه خودشون را نخواد، بگوی آقا من نمیخوام بردارید. الا ان يستغني. این مورد را ذکر نمود. و من نزل بقوم فعليهم ان يقروهم. بعدا فرمود اگر کسی کنار طایفه قومی، مردمی، محله، شهری، روستایی نشست، اونا وظیفهشونه که از اون شخص پذیرایی کنند و مهمانداری کنند. یعنی به عنوان مسافر بره، به عنوان مسافر بره اونجا، بعد از اون مهمان پذیرایی کنند. فإن لم يقروهم فلهم ان يعقبوهم بمثل ما قراهم، بمثل قراهم. اگر اونا حاضر نشدن از اون پذیرایی کنند، اونا میتونه با اونا این گونه رفتار کنه، مقابله و مثل کنه. اگر یک دفعه اونا هم راهشون به محل اونا افتاد، اونا میتونه اینجوری با او رفتار کنه و میتونه به صورت بهتری. حالا رسول خدا صلی الله علیه و سلم این گونه برای ما تبیین می‌نماید که به من هم قرآن داده شده، هم چیز دیگری مثل آن به من داده شده که اون مثل آن همون سنت خودش است و همون حکمت است و همون سنت است و با این سنت و با این حکمت می آید برای ما روشن می سازد تمام محرمات و تمام واجبات و اون چیزهایی که برای ما واجب است، چگونگی آن در قرآن به صورت کلی و مجمل بیان شده واجبات، اما تفصیلات آن و جزئیات آن در سنت بیان می شود. حالا فرصت داریم برای این برنامه؟ بله. در نتیجه وقتی که الان ما بیایم اینجوری رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی میآید اون مواردی که به صورت مجمل بیان شده او به صورت مفصل بیان میکنه. مواردی که مثلا در قرآن به صورت مطلق آمده این یه مقیدش میکنه. مثلا اینکه به صورت مطلق گفته شده مردار بر شما حرام است، ولی در سنت میگه این مردار غیر از دریایی و در میان مردارهای غیر دریایی هم مثلا ملخ را مستثنا میکنند. پس این میشود مقید، یعنی سنت میآید به این گونه این مطالب را تبیین میکنه و گاهی سنت میآید همون مطلبی که در قرآن بیان شده با بیان دیگری در سنت بیان میکنه. حالا ما این یکی را الان در این چند دقیقه این را بیان میکنیم، بقیه‌اش رو میذاریم برای بعد من برنامه. مثلا پروردگار در قرآن دستور داده که مثلا نماز واجب است، اقیم الصلاة که دیگه فراوان در قرآن وجود دارد، اقیم الصلاة لذکری فراوان، زکات را واجب کرده، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها، روزه را واجب کرده، کتب علیکم الصیام، حج را واجب گردانیده، من استطاع الیه سبیلا و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. اتم الحج والعمرة لله. لله. بله، اینا آیات دلایلی هستند. اینها در قرآن به صورت واجب گردانیده شد. حالا در سنت مثلا رسول الله می‌فرماید بنی الاسلام علی خمس. اسلام بر 5 ستون استوار است. حالا مثلا در بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسئله کمی با شرح و روشن‌تر و مفصل‌تر بیان می‌کند. اونجا گفته این واجب است، این واجب است، این واجب است. ولی در اینجا میگه اصلا اسلام بر این 5 ستون استوار است. یعنی این ستون‌ها
اسلام را نگه داشتن. 5 تا ستون باید داشته باشید تا اسلام خودشو نگه داره. این 5 بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، يا وحج البيت وصوم رمضان. این حدیث در بخاری و مسلم و باقی کتب وارد شده که می‌فرماید اسلام بر 5 ستون بنا شده: گفتن لا اله الا الله و این که محمد رسول الله است، رسول خداست. لا اله الا الله یعنی معبودی وجود ندارد معبودی بر حقی جز الله، و این که محمد رسول و فرستاده خداست، و به پاداشتن نماز و بخشیدن زکات، ایتاء الزکات، و حج خانه خدا و روزه رمضان. حالا این حکم چیز جدیدی در آن وجود ندارد، همون چیزی است که در قرآن اومده، اما در اینجا اومده اینها را به صورت جمع کرده، به صورت یک مروش قشنگ و زیبایی اینها را بیان نموده و بیان کرده که هر کدوم چه حالتی دارن. یعنی اسلام را به یک ساختمان تشبیه نموده و این ساختمان که بر 5 تا ستون استوار است و این 5 ستون اصلی این احکام عبادات هستند و اگر کسی بخواهد اسلامش را استوار نگه دارد باید این 5 ستون را داشته باشد. ستون اول است که گفتن شهادتین است، اون دیگه اگر اون نداشته باشد اصلا وارد اسلام نمی شود و اسلام وجود ندارد. و اگر اونم را نقص کند، خلاف آن عمل کند، اله دیگری را عبادت کند، رسول دیگری را غیر رسول الله را بپذیرد، دیگه این ستون کامل است که سقوط کرد. هیچ ستون دیگه خودش را نگه نمی‌دارد. بقیه ستون هم سقوط میکنن، اونا هیچ ارزشی ندارن. بقیه با وجود این ستون باید وجود داشته باشه. پس در قرآن این مسئله اینا وجود دارن به صورت تک، حتی برای شهادتین به این صورت هم نیومده، به صورت ایمان به الله و ایمان به رسول الله. مثلا اینجا به لفظ شهادتن گفته شهید الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. یعنی الله خودش گواهی داده به وحدانیت خودش، بعدا ملائکه به وحدانیت الله گواهی میدهند و بعد از اون اولو العلم، اهل علم، که اهل یعنی انسان هم اهل علم هستند، جن هم اهل علم هستند، انبیا دیگه از راس همه که اونا بالاخره به این حقیقت گواهی دادن. در نتیجه این حکم با آن گفته می شود این چیه؟ این تأکید همون چیزی که در قرآن اومده. رسول الله این گونه این مطالب را با بیان ساده‌تری و با بیان شیواتری بیان نموده، نه فقط همین مسائل دیگری. مثلا جزاک الله خیر جناب دکتر. الان برنامه به وقت خودش رسیده، یک برنامه کوتاه می‌بینیم و برمیگردیم و صحبت بینندگان عزیزم خواهیم بود. بعد از یک برنامه کوتاه با ما باشید. بسیار إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحيني.
كل اشتياق وروحي فيك ظامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني يا سيرة بشذا الأفضال ترويني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه أنت حياة في شراييني كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني وفي جوارك في الجنات يدنيني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه أنت حياة في شراييني سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. در خدمت شما هستیم با برنامه دفاع از سنت و موضوع امروز در مورد این بود که سنت بیانگر قرآن کریم است. از جناب دکتر سوال کردیم که چگونه این سنت میاد قرآن کریم رو تبیین میکنه. جناب دکتر به عنوان اولین وجه تبیین سنت از قرآن کریم این بود که قرآن کریم بعضی وقتا مطالبی رو به عنوان کلی میگه و سنت هم دوباره همون مطالب رو تکرار میکنه ولی به شیوه دیگر، به صورتی که عام فهمتر باشه، به صورتی توضیحات بیشتری در موردش داده شده باشه ولی همون مطالب رو دوباره توضیح میده. الان جناب دکتر آیا وجه‌های دیگری هم هست که سنت با قرآن رو تبیین میکنه؟ بله، شکلی مهمترین نکات سنت برای بقیه است. اون چیزی که تأکید میکنه اون دیگه اصلا اگرم سنت بیان نیاید بناخره به قرآن بیان شده، چون چیز جدیدی به آن اضافه نمیکنه جز نحوه بیان کردن و ترتیب و شیوایی در آن و سادگی آن و با زبان ساده. وگرنه مهمترینش بقیه وجوه تبیین از در واقع. مثلا احکام همچنان که گفتیم اینم بارها تکرار کردیم و همیشه تکرار می شود. قرآن به صورت مجمل مثلا فرموده نماز بخونید، به صورت مجمل فرموده زکات بدهید، به صورت مجمل فرموده حج ادا کنید، به صورت مجمل احکامی از این احکام را مثلا بیان نموده ولی هیچ تفصیلات آن و جزئیات آن و آداب آن را بیان نکرده. در قرآن وجود ندارد. همچنان که گفتیم اگر قرآنی ها بیایند از خود قرآن این احکام را تطبیق کنند که دیگه هیچ چاره‌ای ندارند، باید کاری کنند که از دین خارج شوند. شکی در آن نیست. از دین خارج میشوند چون دیگه مثلا نماز دیگه نمیخونند، چون نمازی که خدا یعنی روش ادای نماز درست همونی که در سنت بیان شده. درست. تمام کره زمین جمع شوند نمیتوانند همون نماز را از قرآن دریافت کنند و بگیرند. تمام کره زمین، یعنی علمای کره زمین، نه فقط مردم عوام که بلد نمیتونن چیزی تشخیص بدن. یکی بود در مورد همین نماز که اونم به سنت اعتقاد نداشت. بهش میگفتن چطور نماز میکنی؟ میگفت منم مثل بقیه نماز میکنم، ولی خب اگر کسی بیاد یه جور دیگه احساس بکنه بهش آرامش میده میتونه اونجور دیگه نماز بخونه. مثلا
رکوعش رو 6 تا بکنه، مثلا سجدهش رو 10 تا بکنه، هر جور رکوع خشوع و خضوعش رو بیشتر بکنه میتونه خودش تغییرات درش ایجاد بکنه. گفتن مگه این دستور از جناب پیامبر نبوده که مثل من نماز بخونید؟ گفت نه، این تجربه پیامبر بوده، پیامبر اینجوری تجربه کرده، نماز بالله گفت اینجوری خوبه. حالا میشه کسی تجربه کنه بهتر از اون. معاذ الله. میگفت یعنی این حرفا رو میزنه، یعنی باعث میشه مثلا یکی به طرف شرق نماز بکنه، یکی به طرف غرب نماز بکنه، یکی سجده انجام بده، یکی نده، یکی رکوع داشته باشه، یکی نداشته باشه. اصلا وحدت مسلمانان، اصلا دین کلا عوض میشه. من هم دیگه دین میشه بازیچه دست، کلا دین عوض میشه بازیچه دست مثلا جهانی قرار. پس به این دلیل رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمده مثلا نماز را خودش بیان نموده، همچنان که عرض کردم اولین بار که منبر برایش ساختن، اولین کاری که کرد 2 رکعت نماز را بر روی منبر ادا کرد، روی پله منبر قرار گرفت و نماز 2 رکعت نماز را خوند. البته برای سجود پایین می اومد، پایین از منبر اونجا نمیشد سجده کنه، پایین می اومد و بعدا برای دیگه رکوع و حالت قیام و حالت رکوع را روی منبر انجام میداد. بعدا 2 رکعت نماز را خوند، فرمود به خاطر همین این نماز را این گونه خوندم لتعلموا صلاتی و تأتموا بی، تا نماز منو یاد بگیرید و به من اقتدا کنید. و بعدا هم خودش قبل از این فرموده بود صلوا کما رأیتمونی اصلی، بخوانید، نماز بخوانید آنچنان که میبینی من نماز میخوانم. پس در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اوقات نماز را معین کرده. حتی رسول الله خودش اوقات نماز را لازم بود جبریل از آسمان نازل شود و اول و آخر نمازها را با او انجام دهد. یعنی جبریل در 2 روز کامل جبریل امام شد برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و رسول الله پشت سر جبریل نماز 5 وقت را خوند با هم. یک روز اول وقت نماز را ادا کرد، یک روز دیگر وقت آخر وقت. بعدا گفت وقت نماز بین این 2 تاست که من خوندم. این حتی رسول الله جبریل لازم بوده که بیاید زمان اون زمان را تعیین کنه برایش، بحث زمان وقت نماز. بعدا ارکان نماز چی هست؟ هیچ. رسول الله باید تبیین کرده رکعات نماز مثلا در ظهر و عصر و عشاء 4 تا باشد و در مغرب 3 تا باشد و در صبح 2 تا باشد. اینا دیگه به عقل و هیچ کسی نمیتونه از قرآن این چیزا رو بیرون بیاره. اینا نیاز به سنت. بله. چرا 56 و 7 نبود؟ بله دیگه. چرا مثلا اینجوری نبود این 5 نماز هر کدوم مثلا تعداد رکعات باشد، مثلا یکی 1 رکعت باشه، یکی 2 تا باشه، یکی 3 تا باشه، یکی 4 تا باشه، یکی 5 تا باشه، یکی مثلا یا از 2 تا شروع کند یا از 4 تا شروع کند. چرا اینجوری مثل هم باشن یا همه یکی باشن مثل هم باشن؟ یعنی میشه چندین گزینه را در نظر گرفت که میشد اینجوری گفت، ولی پروردگار اینجوری به او یاد داده. تمام اینجوری به او یاد داده و این روش کامل و درست آن است. و همچنین بله و غیر از این هم غلطه. غیر از این غلط است و اگر کسی تصور کند میتواند بغیر اون صورت نماز را ادا کند که در سنت خلاف سنت رسول الله باشد، دیگه از دین خارج می شود. یعنی احساس میکند خودش رو جای رسول الله قرار میدهد. این خیلی مصیبت است. میتونه تشریع بکنه. بله، یعنی دیگه این تشریع و قانونگذاری میشه. و مثلا پروردگار زکات را ادا فرض نموده، خذ من اموالهم صدقه. ولی این اموال کدام اموال و چگونه بگیریم، چه مقدار بگیریم و چه زمانی گرفته شود، چه شرایطی داره، هیچ کدوم بیان نشده در قرآن. تنها چیزی که بیان شده زکات بدین. تمام. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها. و بحث زکات هم در قرآن چند بار نماز آمده به همون مقدار، زکات هم اومده با هم، دوتایشون با هم هستند، اقامه صلات و ایتای زکات. و گاهی زکات هم به تنها اومده بدون وجود نماز و گاهی نماز هم اومده بدون زکات. ولی بیشتر اوقات، غالب اوقات با هم هستند. چون یکی حق پروردگار است که نماز است، ارتباط بنده با پروردگار، و یکی دیگر ارتباط بنده با بندگان دیگر که این دوتا ارتباط باید همیشه حفظ شود. در نتیجه این که مثلا اینا در سنت بیان شده و تفصیل آن رسول الله آن را بیان نموده.
و همچنین که گفتیم برای مناسک حج رسول پروردگار فرموده ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. بر مردم واجب است، یعنی خدا بر مردم واجب گردانیده حج خانه خدا برای کسی که توانایی داشته باشد. خیلی خوب چگونه انجام بدهد؟ چیزهایی به صورت پراکنده در قرآن وجود دارد. ان الصفا والمروه من شعائر الله. میگه صفا و مروه شعائر خدا هستند، عرفات شعائر خدا است، اینا هستند، منا، ولی بیان نشده که اینا چگونه این اعمال را انجام بده. در هر کدوم از اینها در چه روزی شروع می شود دقیقاً؟ گفته الحج اشهر معلومات. اشهر معلومات، حج چند ماه معینی است. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هرچی در مورد حج گفته شده در قرآن همش کلیات است، هیچ کدوم واضح و روشن نیست. در نتیجه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتیم هنگامی که نماز حج را ادا نمود بر روی شترش سوار شده بود و گفت خذوا عنی مناسککم. تمام اعمال و مناسک حج را بر روی شتر انجام داد و سوار بر شترش که جابر بن عبدالله اون حدیث را برای ما با تفصیل بیان میکند. یکی از طولانی ترین حدیث در سنت است و بیان میکند و نتیجتا با تفصیل تمام گفت خذوا عنی مناسککم. مناسک حج را از من هیچ کسی دیگه نمی‌کنه. یک دفعه ما مستایی بود درس تدریس میکرد، قسمت کتاب الحج را تدریس میکرد برای طلبه. گفت اون طلبه به او گفت استاد من هر کاری میکنم متوجه نمیشم این چی میگه. گفت والا منم متوجه نیستم. تنها تو نیستی، من خودم متوجه نیستم. خودشون داره عبارت را فقط ترجمه میکند و نمیدونه چگونه است. یعنی اصلا حکم حج به حدی مشکل هست که انسان تا خودش عملی نرد کار رو انجام بدهد، آداب را انجام دهد، متوجه نمیشه. و تمام بسیاری از اون ماموستاها و اون علما تا خودشون حج انجام ندادند درست نفهمیدن این چگونه هست. کار مشکلیه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خذوا عنی مناسککم، یعنی خودتون نمیتونید این حج رو ادا کنید، باید از من بگیرید. پس اینا قسمت تبیین سنت در این موارد میشود چی؟ میشه یعنی در قرآن به صورت مجمل آمده، مجمل یعنی کلی، ولی در سنت به صورت جزئی، تفصیل و تفصیل و جزئیات بیان میشود. احکام جزئی در احکام جزئی آن بیان شده. پس اگر سنت نباشه ما چگونه زندگی کنیم، چگونه عبادت را انجام دهیم، چگونه اون دستور خدا را به جا بیاوریم؟ از نمیشه. در نتیجه این کسی که چنین تصوری کند کار بسیار اشتباهی است. بعدا در مورد احکام روزه بسیاری از مواردش در قرآن بیان شده. یعنی یکی از احکامی که خیلی مواردش به صورت بسیاری از تفصیلات و جزئیاتش بیان شده خود روزه است، ولی بعض نکات دیگری در آن وجود دارد که در سنت بیان شده. مثلا اگر مثلا کسی حج مثلا روزهش را باطل کند به وسیله مثلا جماع، حکمش چیست؟ کفارتش چیست؟ این در قرآن بیان شده. درسته بسیاری از احکامات و این احکام این یکی وجود ندارد در قرآن. مثلا استفراغ عمدی در قرآن نیومده. ولی اونم جزئیاتی باز دارد که بیان نشده، با وجود اینکه خیلی از جزئیاتش بیان شده. چون خیلی ساده میگه غذا نخور آقا از طلوع فجر تا غروب خورشید، این خیلی راحته، این قسمتش روشن است. بعدا نخورید و ننوشید، چیز واضح و ساده است، یعنی نیازی به خیلی تفصیلات ندارد. بعدا اگر بیمار بودی یا مسافر بودید روزه نگیرید، اینا بیان شده. ولی بعدا بعضی از تفصیلات دیگرش وجود دارد که در سنت بیان شده. اگر در سنت نبود انسان نمیتونست همه مطالب تشخیص بدهد. پس رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این صورت، یا احکام طهارت، مثلا احکام طهارت در مورد تیمم، چگونگی انجام تیمم در قرآن اومده. هم بعداً چگونه برای غسل، برای تیمم، برای استنجا، خود پاک کردن، مثلا هنگامی که میری دستشویی و اینها، مسائلی که این بود که یهود گفتن دین شما واقعا عجیب است، هیچ چیزی را باقی نگذاشته برای شما، حتی الخراءت، حتی دستشویی رفتن را به شما یاد داده اسلام.
از رسول الله صلی الله علیه و سلم دستشویی رفتن را به ما یاد داده که چجوری باید دستشویی کنیم. دیگه چه برسد به بقیه احکام ذبائح، احکام صید، بحث نکاح و بحث طلاق، بحث جنایات، کل احکام حدود، احکام معاملات. یعنی اگر ما بیایم این مسائل را بیان کنیم خیلی، مثلا احکام طلاق در قرآن بیان شده ولی نه تفصیلات و جزئیات کاملش در قرآن بیان نشده. احکام عده زن و اینا بیان شده بحث مسائلی ولی جزئیات دقیق آن در سنت بیان شده. یعنی در هیچ موردی نیست که ما از سنت بی‌نیاز باشیم. پس یکی از روش تبیین قرآن، تبیین سنت برای قرآن این است احکام مجمل قرآن را تفصیل میدهد و جزئیاتش را بیان میکند. و یکی دیگر از احکام این است که مثلا گاهی احکامی در قرآن به صورت عام بیان شده، به صورت عمومی، اما نگاه میکنید در سنت تخصیصی وجود دارد. مثلا خدا فرموده در مورد یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. پروردگار به شما وصیت میکند در مورد فرزندانتان که برای پسران مثلا 2 برابر دختران داده شود. البته این من در تفسیر سوره نساء بیان کردم گاهی وجود دارد که مرد نمیبرد زن میبرد، گاهی پیش میاد که مرد بیشتر از زن بیشتر از مرد میبرد. یعنی موارد دیگه این موارد هم هست که در تفسیر سوره نساء من بیان کردم این مسائل. بعداً در اینجا به صورت عام خدا فرموده برای شما را سفارش کرده پروردگار که در مورد فرزندانتان این گونه ارث را تقسیم کنید. اما در سنت بیان شده که فرموده نحن معاشر الانبیاء لا نورث و ما ترکناه صدقه. میگه ما گروه پیامبران کسی از ما ارث نمیبرد، هر چی باقی گذاشتیم صدقه است برای مسلمانان. تمام. پس در اینجا این حکم اگر ما اینو بگیریم باید رسول الله صلی الله علیه و سلم اموالش تقسیم شود. الان که شیعه ها در فشار آوردن میگن سهم فاطمه را ندادن، سهم ارث فاطمه را ندادن. خیلی خوب، ارث نداده فاطمه. رسول الله فرموده ما ندادیم، ما ترکناه صدقه لا نورث، کسی از ما ارث نمیبرد. اصلا ارث هم ببره اصلا یک موضوع بلا معنی هست، بدون معنی. الان ارث فاطمه رو به کی میخوای بدی؟ به اولادش میخوای بدی، هر کدوم 1 میلیمتر بهش میرسه. مثلا تو چیکارش بکنه؟ نه اصلا اون نیست. در همون روزم مثلا در زمانی که رسول الله فوت کرده الان مثلا دیگه تمام. اگر مثلا کسی بیاد درخواست ارث کنه دیگه ارث نداره. میگه آقا و میگه خدا من فرموده یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. میگه بله این فرموده ولی بعدا پیامبر فرموده ما ارث نمیبریم. هیچ پیامبری ارث نبوده. پس انبیاء ارث پیامبران چی بوده؟ علم بوده. إن ما ورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. أنبياء فقط علم را به ارث گذاشتند. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هر کس اون علم انبیاء را دریافت کنه دیگه سهم بسیار خوبی دریافت کرده. سهم یعنی انبیاء بله علم به جا گذاشتند و علما وارثان پیامبران هستند، وارث علم آنان هستند. و اینها مثلا دلایلی در سنت. مثلا یکی دیگر از مواردی که سنت قرآن را تبیین میکند این است که گاهی در سنت در قرآن به صورت مطلق مطلبی بیان شده و سنت میاد آن را مقید میکند، تقییدش میکند. همین مطلب که عرض کردیم مثلا خدا فرموده دست دزد را قطع کنید. دست دزد از سر انگشتان تا اینجا دست است. کجا قطع کنیم؟ از اینجا از ته قطع کنیم، از آرنج قطع کنیم، از موج قطع کنیم. در سنت بیان میشه که اینجا هرچند اینجا سنت عملی تبیین شده. در سنت عملی تبیین شده که باید در موج مثلا قطع بشه. این مقید میشه. یا مثلا در قرآن اومده من بعد وصیت یوصی بها او دین. یعنی چه وقتی باید ارث تقسیم شود؟ بعد از اجرای وصیت میت و بعد از بدیهایی که برگردن اوست. حالا آیا به صورت مطلق انسان که میخواهد در حالت
وفات است میتواند وصیت کند همه اموالش را به کسی بدهد؟ نه، در سنت تبیین کرده حق ندارد بیشتر از 1/3 وصیت کند و همچنین حق نداره به صاحب ارث چیزی بده. بله. کسی که ارث میبره بله دیگه وصیتی براش برای وصیت لا وصیت لوارث. انا لا وصیت لوارث. وصیت برای وارث نمیشه برای یکی از کسی که خودش ارث میبرد و نمیتواند وصیت کند برای چی؟ بیشتر از 1/3. این در سنت بیان شده. در سنت بیان شده، ولی در قرآن اگه شما نگاه کنی به صورت مطلق گفته، مطلق است. آقا میتواند وصیت کنه تمام اموالش را و کسی دیگر تمام وارثان خودش را محروم کند، ولی در شرع این جایز نیست که کسی بخواهد یک نفر از وارث را محروم کند. حتی اگر کسی در زمان بیماری وفاتش زنش را طلاق بدهد، اون زن باز ارث میبرد. چرا؟ چون اون احتمال دارد که این هدفش این بوده اون زن را از ارث محروم کند، چون در بیماری وفاتش اینو گفته، ولی در شرع اجازه نمیده، باید ارث میبرد حتی طلاقشان بدهد چون متهم است. به همین خاطر یا مثلا پروردگار فرموده فرزند از پدر ارث میبرد، درسته؟ اما اگر فرزندی پدرش رو بکشد ارث از او نمیبرد. یعنی قتل مانع ارث است. از این از کجا تبیین می شود؟ اگر در سنت نباشد این را تبیین کند چگونه روشن می شود این احکام؟ پس احکام خیلی مهمه، یعنی مطالب بسیار زیادی وجود دارد که تبیین می کند که مثلا این که چه چیزی مانع ارث است در سنت بیان شده و چه چیزی اسباب ارث، سبب ارث چی هست و موانع ارث چی هست و شرایط آن در سنت بیان شده. به همین صورت حالا موارد دیگری وجود دارد از در سنت که در قرآن بیان شده ولی واضح نیست منظور از این چیست، منظور از این لفظ از این چیست، درکش مشکله، درکش مشکل است، یعنی فهمش مشکل است حتی برای صحابه. در اینجا رسول الله آن را تبیین میکنند، وگرنه اگر شما اون حکم را بدون تبیین رسول الله اون فهم را بگیرید فهم غلطی دریافت میکنید و نتیجه بسیار خطرناکی دارد، نتیجه بسیار خطرناکی. مثلا در حدیث صحیح داریم، در حدیث صحیح بخاری عبدالله بن مسعود روایت میکند، میفرماید هنگامی که این آیه نازل شد سوره انعام آیه 82 که میفرماید الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. فرمود اون کسانی که ایمان آوردند و ظلمی را قاطی ایمانشان نکردند چنین افرادی لهم الامن، آنان برای آنان امنیت از عذاب خدا مطرح است، یعنی اونا در امان هستند از عذاب خدا. اولئک لهم الامن و هم مهتدون، و آنان در راه درست هدایت هستند. حالا وقتی که این آیه نازل شد شق ذلك علی اصحاب النبی، این دیگه بر یاران رسول الله خیلی سخت آمد و قالوا اینا لم یظلم، مگر کسی از ما یافت می شود که ظلم نکرده باشد؟ چه کسی وجود دارد که ظلم نکرده باشد؟ اینا لم یلبس ایمانه بظلم، چه کسی ظلم با ایمانش قاطی نکرده، یعنی ظلم را قاطی ایمانش نکرده. چرا؟ چون اونا اینجوری فهمیدن هر گناهی، هر معصیتی یک نوع ظلم است، چون در قرآن بیان شده ظلموا انفسهم، انسان گناه میکند، حتی آدم و حوا ربنا اننا ظلمنا انفسنا، ما بر خود ظلم کردیم، پروردگار بیان میفرماید. و بعدا رسول الله فرمود الا تسمعون الى قول لقمان انه ليس بذاك، این فهمی که شما از این آیه برداشت کردی اینجوری نیست، مگر نگاه نمی کنید به قول لقمان که پروردگار زبان رحمان میگوید ان الشرک لظلم عظیم، شرک
ظلم بزرگی است. پس در اینجا این ظلم منظور ظلم بزرگ است، منظور شرک است. یعنی اگر کسی بگوید من مؤمن هستم اما در عین حال مشرک شود، عمل شرکی انجام دهد، شرک را قاطی ایمانش کند، مانند مشرکین قریش. مشرکین قریش از اونا سوال میکردی چه کسی آسمان را آفریده؟ میگفتن الله. چه کسی زمین را آفریده؟ میگفتن الله. چه کسی شما را آفریده؟ میگفتن الله. ولی میآمدن بت‌ها را عبادت میکردن. از اینا ایمانشان را، یعنی ظلم را قاطی ایمان کرده بودند. این چنین ظلمی، چنین شرک را قاطی ایمان کنید قبول نیست، دیگه ایمان نابود میکند. چنین این ایمان فایده ای ندارد. در نتیجه در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم فهم صحابه را اصلاح کرد. وگرنه صحابه اینجوری فهم کرده بودند که اولا هر گناهی، هر گناهی که انسان مرتکب شود ظلم است و هر ظلمی که کردی تمام دیگه اهل امن و آسایش نیست. یعنی دیگه صحابه تصورشون بدی بود کسی نجات پیدا نمی‌کنه. پس وقتی که صحابه نجات پیدا نمی‌کنند، این نتیجتاً به این نتیجه رسید که امروز مثلا خوارج و معتزلی ها بر این اساس، بر این عدالت حکم میکنند. یعنی بر اون فهم خطا باقی مونده اند. اونا میگن هر کسی گناه کبیره مرتکب شد دیگه کافر مطلق است، در حالی که در این حدیث فرموده فقط شرک به حد شرک نرسد، یعنی تا زمانی که به شرک نرسیده باشد، یعنی ظلم بزرگ که شرک و کفر است، به اون حد نرسیده باشد انسان را از دین خارج نمی کند. به همین صورت بود که رسول الله مطلب را برای مسلمانان تأیید نمود. حالا 3 دقیقه یک مطلب دیگری پس بیان میکنم. یک بار ام المؤمنین عایشه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال فرمود این چیه که خدا فرموده مثلا منوق شرعی حساب عرفی، هر کس مناقشه شود در محاسبه دیگه عذاب می شود. بعدا در جای دیگه قرآن فرموده و یحاسب حسابا یسیرا و اما من اوتی کتابه بیمینه یحاسب حسابا یسیرا، هر کس نامه عملش به دست راست داده شود دیگه حساب یسیرا دارد. پس فرمود اون چیه؟ در اونجا میگه مثلا اصلا چی ندارد و محاسبه ندارد، در یک جا و اینجا میگه حساب یسیرا است. و فرمود اون حساب یسیرا منظور عرض است، فقط نمایشی است، حقیقت نیست. اگر کسی مناقشه شود و محاسبه شود دیگه کسی نجات پیدا نمی کند در زیر محاسبه. اون محاسبه که برای اهل ایمان اومده اون دیگه محاسبه بسیار ساده و نمایش تمام کارنامه است و بس، چیز دیگری نیست. اینم در اینجا ام عایشه اون آیه را اینجوری فهمیده و موارد بسیار زیاد است که از بیاریم از صحابه و ام المؤمنین عایشه موارد بسیار زیاد که گفته چرا خدا اینجوری فرموده، رسول الله تکرار کرده برایش. پس اون معانی که در آنها غموض باشد، کمی واضح نباشد، رسول الله آنها توضیح می‌دهد و رسول الله صلی الله علیه و احکامی که در قرآن وجود ندارد رسول الله اون احکام را میارد، یعنی چیزهایی را حلال میکند و چیزهایی را تحریم میکند و چیزهایی را بیان میکند و چیزی که در قرآن به صورت مطلق اومده او مقیدش میکند، چیزی که در قرآن به صورت عام اومده او میاد تخصیصش میکند. اینها موارد تبیین سنت برای قرآن است. جزاک الله خیر جناب دکتر، خیلی استفاده کردیم و امیدوارم که بینندگان عزیزم تونسته باشن فرصت استفاده را از این مبحث بسیار مهم برده باشن. به صورت خلاصه مطالبی که در این برنامه گفته شد خدمتتون دوباره عرض میکنم. وجوهی که سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرآن رو تبیین میکنه، آشکارش میکنه بیشتر، این است که یکی مطالبی که در قرآن وجود داره، سنت پیامبر هم میاد این مطالب رو دوباره به زبانی ساده بیان میکنه برای مردم که بهتر مطلب رو بفهمن. دوم اینکه مجمل قرآن رو میاد تبیین میکنه، با جزئیاتش بیان میکنه. سوم اینکه تخصیص عام قرآن، مطلبی در قرآن به صورت عمومی گفته شده، سنت میگه نه فقط منظور این قسمت و این قسمت هست، اون رو تخصیص میکنه، محدود میکنه. یا مقید کردن مطلق قرآن، مثالی که جناب دکتر فرمودن خدا در قرآن میگه دست دوز رو باید قطع کرد، ولی کجای دست رو باید قطع بکنی؟ از کجا قطع بکنی؟ از مچ دست، از نه انگشتان، مثل کاری که در ایران انجام میشه.
یا مثلا مطالبی که در مشکلات لفظی در قرآن وجود داره که مشکل صحابه نتونستن اون رو فهم بکنن، مثل قضیه جدا کردن تاریکی شب و روز که اون صحابه نتونست اون رو بفهمه، اومده بود دو تا بند، دو تا تناب رو به هم گره زده بود و نگاه می‌کرد، سیاه و سفید بود. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود سیاهی شب و روز، نه سیاهی این تنابایی که شما بستید. و مطالبی هم هست که در قرآن وجود نداره، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این مطالب رو مستقلاً بیان میکنه و این مستقل از قرآن که در قرآن وجود نداره، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله در سنت خودش این مطالب رو بیان میکنه. اینها مطالبی بود که نشون میده سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میاد قرآن رو تبیین میکنه و مسائلی که در قرآن وجود داره برای انسان ها، برای همه، برای صحابه هم حتی مشکل بوده، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اونها رو واضح و روشن بیان نموده تا ما بتونیم قرآن الله متعال رو بفهمیم. اینا بیان از گرامی به پایان برنامه رسیدیم. شما رو به الله متعال می‌سپاریم. از جناب دکتر هم تشکر می‌کنیم که در این برنامه با ما بودن و از شما بیان از هم تشکر می‌کنیم که در این برنامه با ما بودید. تا دیداری در شما بزرگواران و الله متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.